بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز در مورد بانوی صحبت می کنیم که علم، تقوا و جایگاهش در تاریخ اسلام مثال زدنی است. حضرت حفصه دختر عمر فاروق همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم و مادر مؤمنین. بیایید نخست ایشان را بشناسیم. تولد ایشان در مکه صورت گرفت و پدرش عمر بن خطاب دومین خلیفه راشد بود. ازدواج اول با خنیس بن خزافه که در جنگ بدر شهید شد بود. عمر رضی الله عنه میخواست حفصه را به عثمان یا ابوبکر بدهد، اما آنها رد کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد ازدواج داد که این نشان دهنده عظمت حفصه رضی الله عنه است. ایشان زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حیات بودند قرآن را حفظ کرد، یعنی ایشان حافظ کامل قرآن بود. حضرت عمر و پیامبر صلی الله علیه و سلم او را زنی دانا با فهم می دانستند. پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم نسخه اصلی قرآن نزد حفصه بود که برای عثمان جهت جمع‌آوری قرآن فرستاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند علم را از 4 زن بگیرید: عایشه رضی الله عنه، حفصه رضی الله عنه، سلمه رضی الله عنه و حبیبه رضی الله عنه. بیایید داستان زیبای از زندگی حفصه رضی الله عنه را بدانیم. پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دلیل شهید شدن بسیاری از حافظان قرآن در جنگ یمامه، حضرت عمر بن خطاب پیشنهاد داد که قرآن جمع آوری و مکتوب شود تا از نابودی محفوظ بماند. پس از جمع آوری قرآن در یک نسخه واحد و آن نسخه نزد حفصه رضی الله عنه دختر عمر و همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم به امانت سپرده شد. او این مصحف را با دقت فراوان نگهداری میکرد. سالها بعد در زمان خلافت عثمان بن عفان رضی الله عنه برای یکسانسازی قرائت قرآن در مناطق مختلف از مصحف حفصه استفاده شد تا از نسخه های رسمی قرآن از روی آن نوشته شود. عثمان از حفصه خواست آن را در اختیارشان بگذارد و او با امانتداری پذیرفت. این کار حفصه باعث شد قرآن به صورت یکسان در سراسر دنیای اسلام منتشر شود. این داستان نشان دهنده اعتماد، امانتداری و نقش مهم زنان در حفظ دین اسلام است. وفات ایشان در سال 45 هجری بود. به عنوان یکی از حاملان قرآن و راویان حدیث شناخته می شوند. در کنار دیگر امهات المؤمنین در بقیع به خاک سپرده شد. پس بدان ای خواهرم، حفصه رضی الله عنه الگوی دختر صالح، مسلمان وفادار و بانوی عالم بود. اگر می‌خواهی در دل پیامبر باشی، اهل قرآن، تقوا و عبادت باش. پس بدان ای خواهرم، راه حفصه راه نور است. پس دنبال نور باش. سلام علیکم و رحمت الله.